خفن ترین اچیومنت سیزن جدید. تو سیزن جدید یه اچیومنت خیلی جالب اومده که من اومدم به صورت کامل واسهتون توضیح بدم. بس اگه دوست دارید بدونید که چجور باید این اچیومنت رو انجام بدید، تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. راستی اگه پیج منو فالو نداری حتما فالو کن، چون هر روز یه آموزش خفن داخل پیجم میذارم. بدون معطلی بزن بریم. وقتی که شما داخل لابی هستید، روی قسمت ایونت میزنید و ایونت دوم رو انتخاب میکنید. حالا که ایونت دوم باز شد، سمت چپ رو نگاه کنید، یک سری میشن داره که میگه شما باید اینا رو انجام بدید. ترجمه این میشن ها رو داخل کپشن پست نوشتم. وقتی که میشن ها رو انجام دادید، این کارت رو به شما میده. حالا کافیه که برید مچ رو استارت کنید و این وسیله‌ای که تو تصویر میبینید رو پیدا کنید. وقتی که تایمش شد، میاید بیرون، این وسیله رو میکارید و منتظر میشید که ربات واسه شما بیاد پایین. حالا سوار ربات میشید و میرید سراغ اون یکی ربات و اون یکی ربات رو پیدا میکنید. وقتی که ربات مقابلتون رو پیدا کردید، شما باید اون ربات رو بزنید و از بین ببریدش. دقت کنید، حتما باید ترمینیت رو بزنید و روی ربات مقابلتون فینیشر رو انجام بدید. وقتی که روی ربات مقابلتون فینیشر رو انجام دادید، سمت چپ مپتون این نوشته میاد. حالا کافیه که با تیمتون مچ رو وین کنید و منتظر این تصویر باشید. مأموریت واسهتون به صورت کامل انجام شده و شما اون رو تکمیل کردید. حالا واسه اینکه شما بخواید دو تا اچیومنت رو انجام بدید، این کارو باید یه بارم با اون یکی ربات مقابلتون انجام بدید. اینجوری هر دو اچیومنت واسهتون انجام شده. خیلی ممنون که تا آخر نگاه کردید. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپارم.